از لابلای برگا رد شد، از توی جنگل همه جا رو با یه فوت خنک کرد. اومد از راه دوری، از این ور اومد از اون طرف رفت، صداش زدن حیوونا زودی برگرد. یه پلنگ کوچیک که تا حالا باد ندیده بود پرسید با چیه اینجا که چیزی نیست جز ماه و کوه. مامانش با خنده گفت تو راست میگی نمیشه باد و دید، ولی تو سکوت که گوش کنی صداشو میشه خوب